نسبت زن 27 ساله ساکن استرافشن پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شد. دامبرده ماه ایون سال 2021 با روی فریب به باوری مرد 59 ساله ساکن ناحیه مذکور در آمده با بهانه تجارت 100,000 سومانی و 19,000 دلار امریکایی گرفته به احتیاجات خود صرف نموده است. همزمان مرد 38 ساله ساکن شهر وحدت در دوام سال 2019 تا ماه ینور سال 2021 یک چند مرتبه با روی فریب به باوری مرد 38 ساله ساکن پایتخت در آمده از او با بهانه سرشمار زیاد نمودن چاروا 3136 سر چاروای میده شاخدار را گرفته به منفعت شخصیش صرف نموده است. در نتیجه به نام برده به مبلغ 4,704,000 سومانی ضرر کلان مادی رسانیده است. به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر کولاب با عریضه مرد 49 ساله ساکن شهر کولاب مراجعت نموده است که 28 نوامبر سال 2021 تخمین ساعت 14:00 دقیقه مرد 49 ساله ساکن شهر مذکور با او جنگ و جنجال نموده یک مرتبه با کارت در قسمت بالای پای راستش زده است. در نتیجه جبری دیده جراحات جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. به شعبه وزارت کارهای داخلی یکی در ناحیه سینا با عریضه مرد 34 ساله ساکن ناحیه رودکی مراجعت نموده است که 28 نوامبر سال 2021 تخمین ساعت 2:00 دقیقه مرد 27 ساله برادرش جوان 22 ساله ساکن ناحیه تیمور ملک را از احتیاط اوباشی به یگان اساس لطخوب کرده با کارت یک مرتبه به سرش و 3 مرتبه دیگر به شکمش زده است. در نتیجه جبر دیده ضرر جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. به شعبه وزارت کارهای داخلی دوی در ناحیه شامنصور با عریضه مرد 30 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که 2 اکتبر سال 2021 شخصان نامعلوم با راه پنهانی وارد مغازه خوراکواریش واقع در محله خاوران پایتخت شده از آنجا محصولات گوناگون خوراکواری را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرری رسانیده شده 3530 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 18 ساله و 2 نابالغ 16 ساله ساکنان ناحیه رودکی که یکیش پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. و شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر باختر با عریضه مرد 30 ساله ساکن شهر ذکر گردیده مراجعت نموده است که 1 نوامبر سال 2021 شخص نامعلوم با راه پنهانی به مهمانخانه قرغنتیپه واقع در شهر باختر در آمده از داخل جیبش 5,000 سومانی و یک عدد تلفن موبیلی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرری رسانیده شده 8,300 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 30 ساله شهر مذکور که پیش با ماده‌های 244 و 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است همچون گمانبر برای صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. 27 نوامبر سال 2021 تخمین ساعت 17:30 دقیقه راننده اتومبیل تمغه اوپل ویکترا رحمتوف شریف غفوروویچ سال تولدش 1996 ساکن جماعت دیهات نوآباد ناحیه قبادیان هنگام حرکت در حدود دهه نمونه امین ناحیه از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده خردسال کریمزاده خدیجه عالمجان سال تولدش 2020 ساکن ناحیه قبادیان را پخش نموده است. در نتیجه خردسال کریمزاده جراحات وزنین جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است.